سلام، من همراز هستم. به یک مدیتیشن دیگه کنار من خوش برگشتین. امشب قراره کنار هم تمرین کنیم، حس کنیم انرژی آب و حرکت طبیعی جریان انرژی در بدنمون رو. این تمرین شامل نفس ما هم میشه. الان برای خودت کمی زمان بذار تا خودت رو آماده کنی. یک مکان راحت که ممکنه تخت خوابت، تشک یوگا یا کاناپه، هر جا که احساس راحتی و امنیت داری انتخاب کن. میتونی شروع کنی تا واقعا رها بشی. میتونی یک بالش زیر زانوهات بذاری یا شاید چیزی برای پوشاندن چشمهات. با انجام دادن کارهای کوچیک به طوری که شما رو ساپورت کنه و احساس راحتی بهتون بده. من از شما دعوت میکنم که یک نفس آروم با بینی خودت بکشی. تمام راه رو تا بالا احساسش کن و سپس به آرومی نفست رو رها کن. بیایید با هم دوباره این کار رو تکرار کنیم. با بینی دم بگیر، چند ثانیه نگه دار و بازدمت رو با دهنت بیرون بده. در حالی که بدنت رو از انرژی و نفسات پر می‌کنی، به آهستگی به نفس کشیدنت ادامه بده. همینطور که داری نفسات رو آزاد می‌کنی، میتونه یک آه باشه. این میتونه یک بازدم واقعا آهسته باشه. آخرین تنظیمات و حرکت‌های کوچیک که بدن شما رو برای راحتی بیشتر نیاز داره انجام بده. چند لحظه‌ای وقت بذار تا بدنت با تکیهگاه زیر خود ارتباط برقرار کنه. اجازه بده بدنت آروم آروم در این تکیهگاه فرو بره. اجازه بده نفسات طبیعی و آروم بشه. به بدنت اجازه بده تا ریتم نفسات رو انتخاب کنه. به بدنت اعتماد کن. احساس عمیق اعتمادت به اینکه بدنت میدونه چطوری برای شما نفس بکشه تا آروم ترت کنه. در دادن این نفس ها به شما در واقع داره ازتون حمایت میکنه. ببین واقعا میتونی کنترلی که بر نفسات داری رها کنی. حس تسلیم شدن در مقابل نفسات. الان نوبت اینه که به بدنت اجازه بدی تا ریتم نفسات رو خودش انتخاب کنه. اجازه بده چشمانت نرم بشه. زبانت و آرواره شما آزاد بشه. بذار فضای اطراف گلوت آروم بشه. ایجاد کن راهی برای نفس کشیدن. هر گونه تنش در قفسه سینه‌ات داری رها کن. شانه‌هات رو شل کن. فضا رو نرم کن. هر گونه تنش اطراف شکمت داری رها کن.
خودت رو در این فضا و انرژی غرق کن. پرورش بده چیزی در زندگیت که بهش نیاز داری، یک باور جدید، بذری که در شروع هر تمرین میکاری. اجازه بده در زندگیت ظاهر بشه. ما بهش میگیم نیت قلبی. شروع به شکل دادن کلمات در ذهنت کن. چه چیزی نیاز دارم؟ بدن من چه چیزی نیاز داره؟ ذهن من به چه چیزی نیاز داره؟ قلب من چه نیازی داره؟ من سازگار هستم. من مقاوم هستم. دوباره به خودت بگو من سازگار هستم. من مقاوم هستم. احساس اعتماد عمیقی که بدنت به یاد میاره و شروع به آشکارسازی و پرورش اون نیت قلبی میکنه. آرامش در سکون. با حمایت خودت میخوایم از طریق اسکن بدن حرکت کنیم. توجهت رو از قسمتی به قسمت دیگه بدنت منتقل کن. چرخشی از آگاهی. شما میتونی هر انرژی یا احساسی رو در بدنت حس کنی. الان میتونی آب رو در حال حرکت کردن در بدنت مجسم کنی. از بالای سر شروع میکنیم. متوجه باش چه احساسی داری که توجه شما بالای سرت باشه. بذار این توجه و دقتت مثل آب به پیشونیت بره. بعد ابروها، گیجگاه، هر دو گوشهات، چشمهات، گونه ها، هر دو سوراخ بینی، فضای پشت بینی، هر دو لبها، سقف دهانت، دندونها، لثه، نوک زبانت، پشت زبانت، فک. حالا بیا پایین تر، دو طرف گردنت، جلوی گلوت، استخوان‌های ترقوه، قفسه سینه، شانه راستت. توجه رو بیار پایین تر، مچ دست راستت، کف دست راستت، پشت دست راستت، انگشت شست، انگشت اول، انگشت دوم، انگشت سوم و انگشت کوچک. هر 5 انگشت رو حس کن. فضا و هر انرژی رو در اطراف انگشتان دستت احساس کن. آروم آروم اجازه بده هوشیاریتون به سمت بازوی راست حرکت کنه و برگرده به مرکز قلبت. از اونجا وارد شانه چپ و بعد بازوی چپت بشه. بیاد پایین
وارد آرنج چپت بشه، بعد مچ دست چپ، کف دست چپ، پشت دست چپ و سپس بره به انگشت شست. وارد انگشت اول، بعد انگشت دوم، انگشت سوم و در آخر انگشت کوچک بشه. هر 5 انگشت رو احساسش کن. انرژی دور دستان شما در فضاست. حالا این انرژی رو کم کم به مرکز قلبت برگردون. حرکت نفسات در قفسه سینت رو احساس کن. دم بگیر، چند ثانیه نگه دار و بازدم. دوباره با هم دم میگیریم، چند ثانیه نگه دار و بازدم. الان کمی آرومتر شدی دوست خوبم. ممنون که امشب هم با من همسو بودید. شبتون پر از عشق و آرامش